بازی دیروز دو آبی‌پوش لیگ برتر فوتبال، یکی اهوازی یکی هم تهرانی، یه حاشیه جالب داشت. این تماشاگرم که اومد نمیدونم چقدر تایم گرفت، فقط میدونم 22 تا بازیکن نمیتونستن بگیرنش. این من فکر میکنم رکورددار 100 متر تو ایران میتونه بشه. اینو باید یه جوری جذبش کنه فدراسیون دو میدانی. بهش گفته بودیم بیاد تو زمین و وقت کشی بکنه که ما برنده بازی بشیم. اگر ایشون این کارو کرده خوب کسی رو فرستاده بود، چون که هیچ کس نمیتونست بگیرتش. من فکر می‌کنم خودش وای نمیستاد تا الان هم همه داشتن دنبالش می‌دویدن. تا فردا صبح هم باید می‌دویدیم دنبالش، می‌رفتیم نیمه دوم می‌اومدیم فردا بعد از اون بازی می‌کردیم. هیچ کی نمیتونست اینو بگیره. از کجا اومده بود، کجایی بود، انفجارش وحشتناک بود. ما اگر اونو پیدا کنیم می‌بریم فوروارد استفاده می‌کنیم. کی بود؟ اینو فقط به من معرفی کنید تا من ببرمش فوروارد ازش استفاده کنم. ولی با شما که نداشت. اگه نسبت داشت الان سام فوروارد تیم ما بود. خیلی قوی بود. من فکر میکنم که اینی که من دیدم به نظرم میامد که دایی بن جانسون بود. الان هم در کلانتری هستش. مطمئن باشید کلانتری باشه ما یه تیکه حتی اگه شده 2 تا بازیکنمون رو گره بذاریم اونو میبریم هفته بعد بذاریمش فوتبال. آقای فیروز کریمی زبان بسیار شیرینی داره در تعریف کردن حاشیه‌های فوتبال.